أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک لحظه توجه. خوب گوش کنید. میپرسیم که زن نمیگیری؟ میگوید یکم زن حلال نیست گیرم. بعدا نفران میگوید که دیگر یکم دختر حلال نمونده است، یکم دختر درست نمونده است، یکم دختر این نمونده است. باشد نباشد به من نشان دهید بچه حلال چگونه است. دختران خیلی بچه حلال را به من نشان دهید چگونه است. بیشتر چیزها ما عیب را سر زنها بار میکنیم، اما خوب میدونیم دوستانم همه بچه هستیم، خوب میدونیم زن حلال نیست گیریم، اما بچه حلال هم کم است. باور کنید خود در زندگی دیده سودیم. با یک دیگر مثل هم بود، میگفتند که زنهای حلال برای مردهای حلال است و چیز دیگر. چندین نامه ها می اومد، مرا گرفت پرتافت و رفت، یا میگویند که مرا فقط برای پدر و مادرش گرفت، همین خدمت کند بس، خودش دیگر در روسیه کیف صفا کرد. یا میگویند که زن دو گرفت دیگر عدالت نیست، رفت. یا بعدا دیگر یوشش رو رفت. آهسته تحلیل میکنیم. بیاید خیلی از چهارم شروع میکنیم. بیشتر شکایت ها بود که زن یوش را یافت و رفت. مردها وقتی که آن یوشک ها شما را میگیرد شما فراموش نکنید، یا به خاطر پول شما است، یا به خاطر یگام مقامات کار میکنید، یا به خاطر چیزی است، اما مست به خاطر شما نیست. این را خوب میدونید. برای همون وقتی که به خاطر چیز باشد، آیا یگام چیز دیگر چیزدار باشد، شما گارانتی داده، کفالت داده میتوانید که داشته میتوانید. پس بیایید برمیگردیم. میگویند که اینها مویز، انگور مویز. در بعضی جایها همین زنهای پیرتان استوار هستند و در هر صورت ها پهلویتان هستند. فراموش نکنید انگور نخورده همین گونه اگر گذاریم پس از 5 روز و 6 روز فرسوده می شود، پوشیده می شود و تمام. اما مویز سالها می ایستد و مویز باز خیفه همیدید. با این خاطر اینقدر انگور خوراک نشوید، با مویز ها هم اعتبار دهید. عدالت بسیار چیز نازک است. باور کنید ریایش که نکردید چی از این. و برمیگردیم از سبب دیگر. وقتی که دختر مردم رو میگیرید، میپرتوید، میروید در آنجا کیف و صفا میکنید و بعضا خشتمانا هم هستند که بسیار فشار میارند. عموما یک زندگی یک حالت هایی دارد که این رو فهمانده نمیشود. با یک برزم این قدر دشواریاش هم شوهرش باشد که باز غمگسار و غم بردارش باشد که شوهر در پس نشو سشو نتشه بسیار سخت میگیرند. وقتی که پشتمان ها شما هم یک دوره کلینیتان رو به یاد بیارید. چگونه دوست می داشتید، چگونه پشتمان با شما مناسبت کرد، همان رو در کلین کنید که همین ایستد که کلین به کنید رود. شما که چگونه سخت چون میگیرید، سختگیری از اون جهت نه که بعضا خشتمان ها هستند که رشک فرزندی میکنند. یک روز دیگر یک مادر دیده است شوهرش همین کفشای زنش رو پیشش مونده است. شوهر کفشای زنش رو پیشش مونده است، گفته است ها اوکی رو لخت کرد. نه، بهترین زن است که با شوهرش دوست می شود. بهترین زن است که با شوهرش یک خلاصه گپ سخن به نهایت زیاد است، اما کمی نوتاب هستیم از چهرم مانند است. به این خاطر گفتنی هستم که نسبت همسران خود کمی هم باشد رحم کنید. آنها یک از عضو ما هستند.
چی گونه‌ای که میگفتیم که چی میشود یک دیلک رو بریده پرتوید، چی میشود یک پوچک رو با کارد برین. نه، درد میکنند. همسر هم یک عضوی ما مردها است. شما را دوست می‌دارم، خدا شاهد است. و کوشش ما این است که عائله ها مستحکم بشوند، طلاق نشوند، همه خرسند بشوند. زیرا عائله که تنج باشد، خوب باشد، جامعه تنج می شود. جامعه که تنج شد، کشور دیگر همش. هر کس از عائله خودش. خداحافظ. Производство компании Sino Production для YouTube канала Sino Official.